شما میدونید که تصمیم گیرتون پر از اشتباهه، میگی به مردم حق میدم که به تصمیم گیرم اعتراض کنم، ولی باید از خود تصمیم گیر اجازه بگیرن. اعضای این کمیسیونی که باید اجازه تجمع بدن و شما از اجازه حمایت کردید کیان؟ از سه قوه هستن. آفرین. طرح بنزین مصوب کیا بود؟ سران سه قوه بود. طرح بنزین مصوب سران سه قوه است. مردم اعتراض دارید، خب مبانی اسلام هم نیست، حمل سلاح هم نمیخواد بکنید، حق دارید اعتراض کنید، ولی از خود سه قوه اجازه بگیرید برید اعتراض کنید. یعنی چی؟ آقا در تجمعات همون مربوط به اعتراضات طرح بنزین آبان 98 عده زیاد بیگناه کشته شدن یا نشدن؟ این که وزیر کشور اقرار کرد دیگه. اینا رو که آمریکایی‌ها نکشتن که. خب مردم حق دارند، من نمیگم حتما کسانی که اینا رو کشتن باید قصاص بشن فلان، سربازی بوده، نیرو انتظامی بوده، هرچی. مردم حق دارند بیان اعتراض کنن که بچه من کشته شد، میتونستید تدبیری بکنید که کشته نشه یا نه؟ میتونن اعتراض کنن یا نه؟ میگیم اگه اعتراض دارید به کشته شدن بچه‌تون اشکال نداره، برید از همون کسی اجازه بگیرید که دستش تو این کار بوده. کی؟ قوه قضایی دادستانی اجازه میداده به این دادستانی، اجازه چیز میداده، شورای تأمین، کی سرجمش میبینه همین سران سه قوه، همین سران سه قوه دخیل بودن در این برخوردها. اگه میخواید به کشته شدن بچه‌تون اعتراض کنید، از خود قاتل اجازه بگیرید برای اعتراض، از خود همون کسانی که مرتکب این قتل ها شدن باید اجازه بگیرید برای اعتراض و کشته شدن بچه‌تون. وقتمون تموم. این خنده داره و این رو من عرض کنم نکته نهایی. ببینید آقای دکتر، با این که ما نمیتونیم فرشته ها رو از آسمون بیاریم بگیم قانون همینه دیگه، آدما درست بشن، وزیر کشور تو آدم باش، شورای عالی امنیت ملی تو آدم باش، نمیدونم کی دادستان کشور تو آدم باش، ما باید دعا کنیم، دست به دعا برداریم، خدایا کاری کن که این مدیر کلمون آدم باشه، سوء استفاده از این همه ابهامات قانونی و در واقع ابداعات خلاف قانون اساسی نشه. مملکت رو شما نمیتونی با دعا اداره کنی و نظر و نیاز که حتما این مأمور نیروی انتظامی سرهنگ مرتکب خطا نشه. اینو نمیتونی اینجوری اداره کنی. اگه اینجوری میخواد اداره کنی خدا حافظ شما. تمام شد. و ببینید تا اگر ما بخوایم اینجوری کار، مردم منتظر اجازه ما برای شما پا روی گلوی مردم میگذاری، دست تو جیبشون بردی، سفرهشو کوچیک کردی، هر سه قوتون پا رو گلوش گذاشتی داره خفه میشه، نمیتونی این آدم منتظر اجازه شما نمیمونه. اگر شما جلوش وایستی طوفانی را میندازه که شما رو بسیار ممنونم خواهد آقای صابری. شما پس ما اگر نتونیم جدای از این که دعا کنیم مأمورانمون آدمای اخلاقی باشن، جدای از این چیزها راه درستی پیدا کنیم برای که این نظام راه درستی اگر پیدا کرد که مردم بتونن فریاد بزنن، داد بزنن، میتونه امیدوار باشه که بمونه. اگر خیابان رو ببندی، این جواب شما که میگید شما مثلا بله منم قبول دارم در این تجمعات شعار رضاخان روحتشاد میداده، حالا یعنی حمله من دارم نه منم قبول دارم، منم به اینا انتقاد دارم، ولی میگم آقا وقتی شما تلگرام رو فیلتر میکنی چه اتفاقی میفته؟ من از فیلتر شکن استفاده میکنم. من فیلتر شکن رو به فرزندم میدم که تو واتساپ بره با دوستاش ارتباط بگیره، از این فیلتر شکن فرزند من استفاده دیگه هم. شمایی که فیلتر کردی راه رو باز گذاشتی برای استفاده از من از فیلتر شکن. وقتی شما خیابان رو ببندید، راههای عادی خیابان رو ببندید، من از پنجره میام اعتراض میکنم. مردم طبیعی رفتارشون. چرا ما اجازه ندادیم بهشون در اعتراض به سقوط هواپیما تجمع درست حسابی برگزار کنن؟ بهشون